احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگار را بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد دوستان گرامی، ما تا حالا با هم درباره نشانه های غفلت سخن گفتیم و صحبت ما در این نشست درباره نشانه است که در زمان معاصر در جامعه خیلی زیاد پهن گشته است. آن ضایع کردن وقت یا بیهوده گذرانیدن وقت، یا چه خیلی که میگویند وقت کشی می باشد. وقت خود زندگی است. اما با وجود این هیچ چیزی در این زمان به مانند وقت ضایع کرده نمی شود. شبانه روز و ساعتها، تمام شب و تمام روز در سایت های حرام، در سایت های شهوانی یا شبهه برانگیز یا بازی و یا چیزهای بیهوده سپری کرده می شوند. چقدر ساعتها بیهوده سپری می شوند و ضایع می گردند و این سبب عقب ماندگی امت شده است و امت از قافله زمانه عقب افتاده است. زیرا که بسیاری از فرزندان این امت تا هنوز ارزش و شرف وقت را درک نکردند. وقت زندگی است. پروردگار ما برای از ارزش این نعمت آگاه شدن ما با وقت قسم خورده است. ذات بزرگ فقط به چیزهای بزرگ قسم می‌خورد. الله تعالی می‌فرماید: والفجر وليال عشر. الله تعالی می‌فرماید: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. الله تعالی می‌فرماید: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همان گونه در حدیث صحیحی که بخاری و دیگران روایت کردند، از ابن عباس نقل است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: دو نعمت هست. دو نعمت هست که بسیاری ها قدر آن را نمی‌دانند. سلامتی و وقت خالی. هر کسی از سلامتیش استفاده برد خوشبخت است. سلامتی نعمت بزرگ است که بغیر از انسان‌های بیمار که روی کت‌های بیماری خوابیدند، دیگران قدر آن را نمی‌دانند. با جز بیماران کسی قدر سلامتی را نمی‌داند. از الله می‌خواهم که بار دیگر به آنها سلامتی عطا کند و تمام دردهایشان را از بین برد و تمام بیماران را شفا دهد. همان او به این کار قادر و تواناست. هر کسی از سلامتیش برای فایده دین یا برای دنیایش استفاده برد، همانو که خوشبخت است. اما هر کسی که سلامتیش برای کارهای بد و گناه و معصیت استفاده برد، در زیان و ضرر است. و همچنین نعمتی داشتن وقت خالی که درباره‌اش ان شاء الله صحبت میکنیم.
آن هم برای کسی که آن را در عبادتها یا برای فایده دنیا یا فایده دینش استفاده برد از جمله بزرگترین نعمت هاست. بله، برای همین باید بدانیم که از جمله خطرناکترین زیان ها این است که وقت می گذرد و دیگر بر نمی گردد. به همین خاطر حسن بصری رحمه الله می گفت هر روزی که آفتاب طلوع می کند آن روز به انسان با زبان حال ندا کرده می گوید ای فرزند آدم، من روزی نو هستم و شاهد عملهایت می باشم، پس مرا غنیمت دار، زیرا که من تا روز قیامت دیگر بر نمی گردم. عبدالله ابن مسعود می فرماید برای هیچ چیز مانند پشیمان شدنم با آن روزی که آفتابش غروب کرد و عمر من کم شد و از من در نامه اعمالم عمل خیر اضافه نشد، پشیمان نشدم. شاعر می گوید اگر روزی را سپری کنم و بر هدایتم نافزایم و از علم به دست نآورم، پس آن روز از جمله عمر من حساب نمی شود. لقمان حکیم به فرزندش گفت ای پسرم، تو از وقتی که پا به دنیا نهادی پشت به دنیا و روی به آخرت میکنی. خانه ای که تو به سوی آن می روی نزدیکتر از خانه است که از آن دور می شوی. نصیحت زیبایی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند قدم های بنده، این حدیثی صحیح است که احمد، ترمذی و دیگران روایت کردند، قدم های بنده در روز قیامت از جایش نمی جنبند تا دمی که از 4 چیز پرسیده شود: از عمرش که آن را در چه چیز به فنا رسانید، در چه چیزی وقتت را گذراندی. بله، پرسیده می شوی در چه چیزی وقتت را گذراندی؟ آیا شایسته است که این ساعتهای طولانی را در بازی ها گذرانی که امروز فرزندان و مردم ما و حتی برادران و خواهران ما را به سوی هلاکت میبرند؟ قدم های بنده در روز قیامت از جایش نمی جنبند تا دمی که از 4 چیز پرسیده شوند: از عمرش که آن را در چه چیز به فنا رسانید، و از جوانیش که آن را در چه به پیری رسانید، و از مالش که آن را از کجا کسب نموده و در کجا صرفش کرده است، و از علمش که در مورد آن چی کرد. وقت نعمت است که در پیشگاه الله تعالی از آن پرسیده خواهیم شد. از خطرناکترین نشانه غفلت این است که ما از این نعمت غافل باشیم، بجز کسی که الله به او رحم کرده است. قسم به الله که هیچ معبود بجز او نیست. من باری با چشمان خود دیدم که در بالای کوه عرفات گروهی از برادران با لباس احرام بازی مار و نردبان ها را بازی کرده ایستادند. سبحان الله. با آنها گفتم: السلام علیکم برادران، شما در عرفه هستید و در روز عرفه قرار دارید، روزی که الله سبحانه و تعالی به سوی شما به نظر رحمت نگاه میکند. شما چی کار میکنید؟ آنها به من جواب داده گفتند: شیخ، روزی طولانی است، کمی سرگرمی میکنیم. حتی در این لحظه ها؟ بله، این نشانه خطرناک است و نیاز است که بسیار صحبت کنیم. اما خودم و شما برادران و خواهرانم را توصیه میکنم تا به قدر این نعمت برسیم و آن را در راه درست استفاده بریم. در کار مفید دینی یا دنیوی برای فایده دنیا یا دینمان استفاده بریم. از الله تعالی میخواهم که در عمر ما برکت دهد. عمری با برکت همان است که در کارهای خیر و کارهای بزرگ گذرانیده شود. برکت عمر به مقدار سالهای آن وابسته نیست، زیرا چقدر عمرهای هستند که از سالهای دراز عبارتند اما خالی از حسنه و نیکی هاست، و چقدر عمرهای هستند که عبارت از سالهای اندکند اما پر از حسنات و نیکی هاست. از الله میخواهم که در عمرها و عملهای من و شما برکت دهد، زیرا او به همه کار قادر و تواناست. سلام و درود الله بر پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة.
فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل